ای دوست از جهان با خود چی میبری؟ ای چون همه روان با خود چی میبری؟ نه گل بری نه پول بر درگه قبول، در روز امتحان با خود چی میبری؟ چیزی اگر بری پنهان ز چشم خلق، از چشم حق نهان با خود چی میبری؟ بینندگان ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبت صاحب دلان منظور شماست. امروز در صحبت ما یک نفر صاحب دل، نفر عزیز، این استاد صاحب مکتب، استاد صنعت، استاد سخن، استاد جوری بیگ نبیف مهمان ما هستند. استاد شما را خوش آمدید میگم. تشکر. و به سبب من از صحبت ما رو از شعری استاد فرزانه شاعر خلق تاجیکستان رو جوی نکردم. این شعری بسیار زیبا است، غزل بسیار زیبا است که در دوام برنامه بازم این مسئله به این موضوع به این شعر رجوع خواهیم کرد، زیرا واقعا هم انسان ها به دنیا می آیند و در دوام هستی خودشان از خود کاری را ارزشمند باقی می گذارند که واقعا هم آن کار نام آنها را با هزار ساله ها زنده نگاه می دارد، چنانه که وقتی تمنا می کنند به انسان ها عمری کتاب های پر ارزش را. و این صحبت ما در آستانه صورت می گیرد که در آستانه بهار همچنین استاد ارجمند ما جشن 80 ساله عمر خود را جشن میگیرند. استاد به شما چنانه که گفتم عمر کتاب های پر ارزش را آرزو میکنم. تشکر زیاد. صحت و سلامت و سربلند باشید و همیشگی همین مکتبی که شما دارید، همین حلقه صنعت همیشگی دائم و محفل گرم باشد. استاد عزیز، من و از سوال آغاز میکنم. بین پیامبران حضرت نوح قریب 1000 سال عمر دیدند، با یک روایت ها 950، با روایت های دیگر 1050 میگویند. و از نوح میپرسند که ای نوح، این دنیا را چگونه برای خودت شناختی؟ نوح میگوید این دنیا را به مثل سرای دیدم، دو در دارد، از یکی وارد شدم و از دیگر بیرون. عمر 80 برای تاریخی که هزار ساله های زیاد دیده است چیزی نیست، اما برای انسان که هر یک لحظه هر یک دمی آن غنیمت است بسیار عزیز است، مخصوصا برای شما که اهل صنعت هستید. استاد 80 سالگی را برای خودتان چه احساس میکنید؟ اولا السلام علیکم تماشاگران مخلصان شرکت تلویزیونی اسم یک خلق عزیزم. گویا دیروز تولد شدیم و امروز به این سن سال رسیدیم و پگاه خدا میداند. در حقیقت از یک جهت حساب کنید بسیار عمر طولانی، عمر دراز. لیکن من بعضی به فکرم همین 80 سال بیاد خودم به یک حالت عجایب میفرم که بسیار سنی کلام. از جهت دیگر هیچی نمیبره. اگر انسان صحت سلامت باشد و با یگان کس محتاجی و نیازمند نشود، هیچ گم نه. کب دل وابسته، دل در دل ذوق و شوق حیات زندگی، ذوق و شوق نسبت به هنرتان باشد، این هیچ گم نه. ما حالا خدا رو درگاهش به عدد شکر که حالا هم کم باشدم مخلص داریم. بعضی جا تکلیف میکنن، سرود میپرسن، سرود میخونم. ما حالا اینقدر پیرگی حس نکردیم راستگاه. همیشه خیلی جوان برنادل باشید استاد عزیز. از حضورتان محفل های ما همیشگی گرم باشد. استاد شما نفری که در برابری بسیار خاکسار هم هستید که خاکساری کردید، واقعا مخلص های زیادی شما این لحظه شما رو با یک احترام و صمیمیت تماشا دارند. شما نفری هستید که با مردم کار میکنید، بین مردم میگردید و وقتی نفرانی کلان سال مخصوصا شخصانی برومند رو دعایشان رو مشاهده کنید میگوید خدا از نظر خلق دور نکند میگوید. البته. و همین شهرت رو، یعنی این شهرت هست که بین مردم میگردید، مردم شما رو میشناسند، شما رو احترام میکند، به صنعت شما قائل است. همین شهرت رو مثلا برای خودتون چه خیلی قبول میکنید که مثلا از این چیز گوییم احتیاط میشوید، میترسید یا احترام میکنید یا نگاه میدارید؟ مناسبت شما به شهرت؟ شهرتمند شدن بسیار همه آرزو میکنند، نه، لیکن اگر اینا چقدر فکر کنید
این به دوش انسان مسئولیت زیاد بار میکند. موافقه همین ارزش مهنت کردید یا خدمت کردید یا که هنرتان یا خدا همه استعدادی خدا دادتان به همه چیزها می ارزد. لیکن در نزد مردم با آنها خدمت کردن یا صاحب همه احترام خلق شدن این کاری آسانه. این بسیار مسئولیت را طلب میکند. مسئولیت اکنون به معنای همه جهت پره جوابگو شدنش در کار. مثال وفا به عهد، همون شخصانی که شما را حرمت میکنند شما باید آنها را حرمت کنید. حالا با همین سوال اگر حکومتان به کمتر دخل دارد این گفته های من همین تمام عمرم همین صنعت ملی در دل من همین موا گرفته است. در بسیار جا اولا البته همه چیز از خداوند. بعد از خداوند دعاهای مردم من پیش نظرم میبرد. بعد دعاهای مادرم من قریب که در تمام همین معرکه ها اون وقتا کلانسالا اشتراک میکردن. یک کراوات یا دو کراوات ششته. البته در انجام همین کار ما همشان خیسته دعا میکردن. من فکر میکنم که همون دعاها بیکار نرفته باشد در کار. بعد مادری که یکوی تنها من فرزند به مادرم بودم، سفرها داشتم. چون که گفتیم مشهور شدیم جاهای دور به می رفتیم تا سمرقند و بخارا و تاشکند و دوشنبه دیگر فرغانه این طرفا. همین به فکر من همین نیمه شب می بیام ساعت 4 یا 5 سحر می بیام. البته دروازه مادرم میکشاد. من از همین میفهمیدم که مادرم خواب نکرده است. مادر اکنون همین خیلی شخص که با او یگان شاعر و نویسنده خیلی که در کار تعریف و تفسیر داده نتوانسته. خیلی فکر بکنم همین طرف درست به اندازه شخص مهربان برای فرزند کدام گناهی که کنید مادر میبخشد. از همین دعاها میفهمم. البته مسئله شهرت به بیاییم اگر مثلا حاضر شما گفتید که شما انسان خاکسار. خیلی من بسیار جواد همین سخن را میشنوم، لیکن من برای چیزا من کلانی نکنم. برای چی هم کلانی کنم؟ برای همین هنرم کمتر آواز داده است و هنر داده است. برای همین از خود روم همین در دنیا همه بزرگان اولا از خاکسار رو یافتن. این خاکسار صنعی نمی شود. این طبیعی شده نشده. این همین خدا که در آفرینش داده است همینه همین باید همین خیلی باشد. خاکساری صنعی در آن معلوم میشه به نظر خلق. یا خلق یک بار فریب میتید یا دو بار فریب دیگر مردم بسیار شور است. بسیار شور. مردم در از چشم تا میفهمد. یک کلمه سخن تا میفهمد که شما چه خیر گفته ایستادید یا چه خیر حرکت کرده ایستادید. این در معلوم میشد. خیلی انسان از خاک پیدا شده که خاکسار شده نشده کن. البته همون شهرت را یک خیلی نگاه داشتن در نزد خلق یک خیلی گشتن. این کار آسان نه. اینا مهربانی خدا نسبت شما. البته حالا گفتم که این و جهت های زیاد دارد. بله. استاد عزیز تشکر. در زمینه سخن یک نکته بسیار جالب گفته در مورد مادر. من راستی این برای خوب بیننده های من مرا دروغ گفتن نمیماند، برای آنکه یکی از آن صورت هایی که شاید دیگر به آن گویم درجه
در وصف مادر گفته نشده باشد. این همون سروده که شما بر اشعار استاد لایق که زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر و آن آهنگی که بسیار به هم آمدگی با شعر یک عجایب آهنگی که کسی نیست که مثلا چی خورد چی بزرگ آن رو شنیده لذت نبرد. واقعا هم در مقام مادر گوییم بی‌بها است. و من میخواستم این لحظه از زمان کودکی شما پرسیده باشم استاد. عادتا نفران کلانسال همیشگی وقتی از ایام کودکیشان سخن میکنم برای هم سوال میکنم بسیار معقول است پاسخ دادن. برای شما چی؟ برای منم ایام کودکیتان چگونه بود استاد که مثلا برای همین جاده و به همین میدان آمدن، برای صنعتکار شدنتان، برای آن که من گاهی میگویم که انسان به یک جوهری هم هست، مثلا علم ژنتیک هست که میگه همون در اولاد نفری هست یا تخمه هست که همون چیز یک روز یک آتشک گوییم روشن میشه. در شما چگونه بود استاد؟ بچگی شما کی در اولاد شما از اهل صنعت بودن که واقعا امروز این گوییم صاحب مکتب شدید؟ از اولادان با یگان نفر صنعتکار نبود. چنانه که مادرم حکایت میکردم بعد از تولدم به من نام دیگر ماندگی بودیم، نام عبدالحلیم عبداللهی میخواد. و یک ماه بودم پدرم رحمتی و تاشکن رفتن و همه جوراخان سلطانوف مبروج آزاقوف کدام در معرکه یا کدام بزم دیده همه اخلاصشون بلند شده. پس از یک ماه آمده نامی مرا همه جوراخان سلطانوف پیروی کرده. جوری بگم ماندگی بودیم. مادرم همه خیلی نقل میکرد. بعضی کلانسال ها و همون دوره ها من خودم به چشمم دیده که در مهمانخانه ها گپ میخوردن و یکی تا 3 نفر 4 نفر شده سرود رو از یاد میدانستن، همه زمزمه میکردن، همه خیلی وحوای دیگه با از گفته پیران سالا همه خیلی پدر منم همه خیلی سرود میخواندن در مهمانخانه های خودشانو همه خیلی. اگه جوانه در عمر انسان یک دوره طلایی عجیب نو گفتنی در کنم اینو تعریف و توصیفش نیست. من حالا باور میکنید من همین بسیار فکر میکنم صنف هفتم تمام کردم. اگه 14 ساله یک مادرم اگه زندگی و کار میکردن یک ارتلیک کرباس بافی بود همونجا کار میکردن. همون سال 55 همون ارتیل نیست کردن یعنی روز کردن کارگرای خالی کردن. همین مادرم آمده به من گفتن که اکنون بس تو کلان شده اکنون تو منو میپایی. از همون روز من با کلخات برآمده کار کردگی تا 14 ساله بودید اونجا وقت؟ 14 ساله بودم. 41 55 بشه 14 ساله. ها 3 سال اکنون کار کردم تا ختم مکتبه. اگه باور کنید همون لحظه هیچ از پیش نظرم نمیرد. اگر علاجش میشد تمام هستی من تمام بودگی چیزام همون سالها معلش میکردم و تماما یک جوانی بی‌غباری. بعضی نارسایی ها هست به همین ها نگاه نکردم من عوض میکردم. بعد من به دانشکده آموزگاری شهر داخل شدم. من اکنون از پدرم بسیار جوان ماندگی با گفته مادرم هم 2 ساله پدرم خیالم هم سالهای نیمه 43 و جنگ رفته برنگشتم. اکنون اساسا تربیه من به دوش مادرم بود. لیکن مادرم من یکو تنها لیکن یک وقت من همین ارکه بگویم که ارکه کرگشه من نمیفهمم. شما در اویلی پدر و مادر یک فرزند؟ یک فرزند یگانه فرزند. بعد پدر جنگ رفتن دیگر نه بعد مادرم شوهر نکردن و من همین اگه فرزند همین خیلی بچه کودک میفهمد ده خودشه. شما ارکه کنید باید ناز میدید کنید میدید که تو نمیفهمد بچه. من همین خیلی حس میکنم
erkaga mekanam yagom lekin modara rahmatim بسیار سختگیر بودن بسیار سخت می‌ایستادن همه کار با بله تشکر استاد همین به نظرم خیلی به هر صورت شاعر کلاسیک اگر خطا نکنم مولانا جلال الدین بلخی میگوید دی شیخ با چراغ همه گشت گردی شهر کزده ودت ملول انسان مرزوز یک میگوید یک شیخ در شهر میگشت با چراغ در روز روشن و میگفت که چرا در روز روشن چراغ گرفته میگردی راگیران میگوید از این دیو و دت ها از این گوییم آدمانی که واقعا به مثل دیو هستند و خصلتشان بدی هست من دلگیر شدم و انسان میکوبم انسان میکوبم در انسان شما کدام خصلت را بیشتر دوست میدارید استاد انسان این مخلوقی واقعا اولی خداوند است که این نعمت به هر گونه مثلا مخلوقش نداده است که صاحب عقل است تمیز است و استاد وقتی که همین نعمت بزرگ داد انسان رو انا همین انسان یعنی همین گونه است گفته نمونه کرده نشون میده در انسان ها بیشتر شما کدام گویم جنبه ها رو پسند میپسندید قبول میکنید و میگوید که واقعا بسیار انسان خوب است البته باید شکر به عدد گوییم به درگاه خداوند که ما را انسان آفرید ثنای به عدد حمد به حد درگاهش که همه انسان شده آفریده شدیم باید انسان شویم اکنون انسان خصلت‌های نقدش به همه معلوم اولا همه خاک شده که ما فراموش نکنیم خاکسار وفا به عهد این از ایمان میگویم ایمان داشتن در کار خدا رو شکر که ما به همین با واسطه پدر و مادرمان به همین دین نهایت مقدس اسلام دخل داریم پیروی داریم البته همین گفته های طریقت و شریعت را بجا بیاریم وفا به عهد گفتیم بعد خاکساری بعد البته کوشش کردن در کار بسیارتر عقل و خیرات را آموزیم و با انسان های بزرگ پیروی کنیم از اونا یاد گیریم این چیزها البته انسان خودش همین انسان خوب بیند حس میکند از او یاد میگیرند لیکن کتاب های در همین موضوع جدا بسیارند کتاب خواندن در کار با دنیا بسیار من کدام جا خوانده بودم که همین دنیا یک صحبت من میشنیم همین سخنهای نادرکار به مزه نگفته یک از این دنیا یک کلمه باشدم بهره‌ور شدن در کار انسان بهره‌مند شدن در کار از علم حاضر من 80 درآمدم بعضی چیزای نو میشونم باور نکنید نو یه همیشه بود است این دنیا پر از حکمت کوشش کردن در کار از همین چیزا بهره‌مند شدن در کار با قدر امکان بله تشکر بله تشکر به سبب روی دیگه نمیگه زندگی پند آزادوار داد مرا زندگی چون نگری سر به سر همه پند است رحمت استاد من در آغاز سخن بیننده ارجمند در آغاز برنامه رو با یک غزل زیبای شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه آغاز بخشیدم که ای دوست از جهان با خود چی میبری ای چون همه روان با خود چی میبری نه گل بری نه پول بر نقطه قبول در روز امتحان با خود چی میبری وقتی به یکی از چاره‌بینی های یکی از توی های بود که اشتراک کردم شما آنجا حضور داشتید استاد و همین غزل زیبا رو خوندید این یک محفل بود که همه آنهایی که مثلا گویم غذا تنها فرصت آوردن غذا بود کسی به چیزی نگاه نمی‌کرد و گویم اندیشمندی گویم شنیدن آن همون غزلی بود که شما آهنگ بسته خوندید و من بسیار جستجو کردم همین در گویم بایگانی یا گویم روی خطی آن صورتایی که شما خوندید اما ثبتش رو نیافتم
شاید من گفتم ثبت نشده است هنوز ثبت نشده است ثبت نشده است و این لحظه استاد در انجام قسمت اولی صحبتی ما که من خیالم این صحبتی ما ساعت ها دوام کنند و البته در قسمت دیگه بازم سوال های زیاد دارم. من در انجام قسمت اولی صحبت ما من میخواستم ان همین قصه گویم رجوع کردن شما به ان همین غزل که گویم روی آوردن شما به همین غزل برای چه همین غزل رو شما انتخاب کردید گفتید که من همین چون که شاعر هم یگان سخن رو بی‌مورد نمیگوید البته صنعتکارم گویم حافظ هم سراینده نیست یگان غزل رو بی‌مورد انتخاب نمیکند چون که یک شاعر هست محمد تقی بهار ملک شعرا بهار میگوید که شعر آن باشد که شعر دانی چیست مروارید از دریای عقل هست شاعر آن کسی که این طرفه مروارید صنعتی سج و قوافی هست نظم و شعر نیست ای بسا شاعر که حرفش نیست الا حرفی مفت شعر آن باشد که جوشد از دل و خیزد ز لب باز بر دل ها نشیند هر کجا گوشی شنفت. یعنی این شعرم عجایب که یک اگر همون گوشی در کاری و رفته رسد و عجایب تاثیر میکند استاد. من میخواستم قصه امین را گفته باشید و در انجام همون اگر اجازت باشد اگر شما رو خسته نکنم همون رو اجرا میکردید. مالش تاریخش این خیر سال 2014 جشن 50 سالگی شاعر بسیار بزرگ بسیار احترامشان داریم افتخار میکنیم با نام فرزانه بانو در همین جشن اشتراک داشتم یک شعرشان به آهنگ انداخته پیش از اینم بود و یک به شعر یک آهنگ نو انداخته روز میلاد محبت روز میلاد خداست همون به آهنگ در آورده من همون در جشن خواندم نوبت ما گذشته بود که من بازار رفتم من میدونم که بسیار دوست میدارم سخنرانی فرزانه بارو از موسیقی فورم فورمتر سخنگوی اون کسی من بسیار به گوشم میفراد بازار رفتم به تماشا برای گوش کردن فرزانه بانو بسیار اکنون خودشم همون جشن برده ایستادن یکم برنده یکم دیگر محفل آرا خودشان در بای همین شعر خواندنده گفتم اگر این انسان فهمد مردمی که با مال دنیا دل سخت دل بسته سو این همین های کشت گفتم ده اگر فهمیده باشد اگر فهمد البته فهمد همین خلاص به خانه آمدیم همون روز ها من فرزانه بانو آزارانه دیگه گفتم و مانده شده که خسته شده گفتم بعد دو سه روز زنگ زدم گفتم فرزانه بانو همین یک شعر خواندید و حالا این شعر یکان جا چاپ نشده بود خیالم هم نو خواندم نو ایجاد بود من گفتم یک شعر خواندید همون گفتم همین سنی سال من بسیار موافق اکنون سرودم با سنی سال خواندگی آدم موافق شدنش در کرده مثال یک جوان نقص خواندم جوان نصیحت کند نمیزه بعد اینقدر بس سنی سال وابسته اینم بیایم خیلی فرزانه بانو بسیار خاکسار نه استاد شما حال جوان و اینو دلبرداری میکنم مثلا همون شعر من دراز کنید من همین یک سرود کنم همین خیلی من شعر را دستورات کردم و این ماه نوامبر باشد این ماه ژانویه من آهنگ ایجاد کردم همون خواندم با یک معرکه رفتیم همین خواندم یک خواندم چه خیلی مردم اهمیت میتیم نیمه همین خواندم مردم رو گوش میکرده است دوباره همین التماس کردن همین سروده خرسند شدم راست که مردم همین بهمت همین چیزها اهمیت میدادن میفهمیدن بسیار خرسند شدم همون باز اکنون بعضی در برنامه‌ها خوانده گشتم البته حالا دیگه ثبت نکردم نیت ما هست بخره
اگر هرچند که اگر جوانی نیست و قوت نیست به قدر امکان ثبت کرده مانیم گفتم فرزنده و یادآور میماند همینطور. بله بهترین. اجازت باشد اگر من راستی برای بیننده های ارجمند گفتنی هستم که این فرصتی است که انا همون غزل زیبای استاد فرزانه رو استاد ارجمند ما استاد سند جوری بگنبی اینجا اجرا میکنند و طور زنده واقعا این یک غزل بسیار زیبا با آهنگ بسیار زیبا و پیش از همه با خوانش بسیار جذاب و جالب با حضور استاد جوری بگنبی اینک بهره ور میشویم. ای دوست از جهان با خود چی میبری ای دوست از جهان با خود چی میبری ای چون همه روان با خود چی میبری نه گل بری نه پول بر درگه قبل در روز امتحان با خود چی میبری در روز امتحان با خود چی میبری چیزی اگر بری پنهان ز چشم خلق از چشم حق نهان با خود چی میبری گر دست یافتی بر فتح آسمان آخر به خاک دان با خود چی میبری زیبا سالتان فرخ رسالتان بر رمزی ارمغان با خود چی میبری بر رمزی ارمغان با خود چی میبری در لوحیات ها ماند چو سایه دست نیکی جاودان با خود چی میبری خالق من تو را تمدید عمر کرد ای جان تو
بجان با خود چی میبری نیکو مرا میمان فردا سلام میمان حالا نرو بیمان با خود چی میبری حالا نرو بیمان با خود چی میبری ای دوست از جهان با خود چی میبری با خود چی میبری استاد عزیز رحمتی کلام تشکر سلامت باش احسن آوازتان خسته نباشد اکنون انجام خواندگی نه تشکر بهترین ما بخشش که شما را خسته کردیم حالا نرو بیمان با خود چی میبری اکنون تو حال جوان عمر دراز بین گفتگی معنی تو حالا یکو عملی ناز نکردی اونجا میبردگی چیزات نیست نزد خدا اومده توشی که اونجا این خیلی میفهمم ده عجایب واقعا این بزرگان سخنی ما اینقدر در شعرشان از بسیار یک گوییم سنت‌های بسیار برجسته ادبی استفاده بدیعی استفاده میکنن که در شناخت آن همیشگی من شما برین انسان‌های نکته سنج همیشگی پی جستجوی آن مضمون‌های بلند واقعا و آن را پیدا کرده تا به گوییم شنوندگی باریک سنج ما رساندید استاد تشکر زیاد راستی در مقطع همین غزل زیبای خود استاد ارجمند ما فرزانه بزرگ نیکو مرام ما فردا سلام ما حالا نرو بیمان با خود چی میبری من از بیننده ها خواهش میکنم که هرگز ما رو ترک نکنید زیرا در به حتما در برنامه نوبتی ما با استاد ارجمند بازم سوالهای زیادی هست که من از استاد میپرسم به خاطر اون که این صحبتی ما این همه روزه نیست و این دریافت من استاد را یک فرصت بسیار موافق است ما کسب ما چنین است که همیشه از انسان‌های بسیار نجیب میپرسیم راه زندگی آنها این نفران صاحب دل هستند زنده دل هستند انسان‌هایی که موی سرشان را نه در آسیا بلکه در آسیاب زندگی سفید کردند واقعا آنها با خود تجربه بسیار بوی زندگی دارند آن سخن‌هایی دارند که برای امروزیان و آیندگان یک دوری بزرگی معنوی بخش است استاد برای حضورتان شما تشکر میگم رحمتی کلام در برنامه نوبتی بازم صحبتمان را ادامه دهیم این برنامه در صحبتی صاحب دلان بود قسمت اول با استاد ارجمند استاد سخن جوری بیگ نبیف خیر خانتان آباد باشد